امروز تو برنامه پیک بهاری یک مهمان ویژه داریم که سال گذشته نبود، حضور نداشتن. نه که سن و سالشون قد نده ها، منظورم اینه که در موقعیتی نبودن که بتونن مهمون ما باشن. یک مهمان عزیز که هر شب خبرها و رویدادها رو برامون موشکافی میکنن و موضوعات رو از دل خبرها و از لابلای خطوط نانوشته خبرها در میارن. آقای موشکاف سلام علیکم، عید شما مبارک. سلام و صد سلام به شما آقای مجری و همه بینندگان با صفاتون. مبارک ها باشه، 100 سال به این سالها. حالا احوالتون چطوره؟ آقا ما از طرفدارای پروپا قرص پیک شادی ما 6 روز هفته رو موشکافی میکنیم، یه پنجشنبه رو نگه داشتیم واسه تماشای پیک شادی. ایشالله که سال جدید سالی باشه که خنده رو لبها و شادی تو دلها همیشگی بشه. آقای موشکاف من یک نگرانی دارم که اجازه بدین دیگه بیرو درواسی در حضور بینندگان عزیزمونم با شما مطرح بکنم. اونم این هست که نگرانم که نکنه تو این روزهای عید و تعطیلات و اینها خلاصه شما هم موشکافی اوضاع رو یه جورایی موقتا هم که شده تعطیل بکنین و خلاصه ما رو با انبوه خبرها و رخدادها و اینا تنها بذارید. وای نگو آقای مجری، موشکاف اگه یه روز موشکافی نکنه اصلا اموراتش نمیگذره که. از قضا فصل بهار فصل شکفتن موشکافه. یه عمر به توپچی مواجب میدن که روزش توپ در کنه. موشکافم تو سال 93 قبراق‌تر و سرحالتر آماده بررسی شکافای عظماست. سال جدید سال ادامه زهرخوری حماسی عظماست. خب خیلی ممنون از پاسخهای خوبتون، ممنون به خاطر حضورتون، ممنون به خاطر موشکافی دائمیتون در بین خبرها و با آرزوی موفقیت برای شما. خیلی ممنون مجددا که شرکت کردید. خدا نگهدار. قربون شما برم، بهاری باشید. بازم خدمت میرسم، زد زیاد. اگه اهل قصه